سلام برابر، چطورین بچه‌ها؟ من امروز قرار بهتون یاد بدم که چجوری سریع رو گان و نایفتون سویچ کنین. اون بالا می‌بینین یه چیز دایره مانند اون میخوام بیاره براتون آموزش بدم که یک تنظیماتی رو آن کنین یا آف کنین، نمیدونم آف یا آنه. ولی خب اونو مثلا میتونین بیارین، همون چیزی گردی است مثلا میتونین اونو بیارین. الان بچه‌ها یک گیمپلی کوتاه آنلاین داشته باشین. بچه‌ها اون نکنه شما اگه نفهمید من منظورم چیه، من براتون دورشو خط می‌کشم یا فلش بهش می‌زنم. خب اون دیدین منظورم همینه دیگه. مثلا این بزنین سری رو مثلا از روی گانتون میره رو نایفتون، یا مثلا یا نایف مثلا نایف آر بی چی یا نمیدونم کلتی دارین، مثلا از روی کلتون مثلا میره روی گانتون، یا از گانتون میره روی کلتون، یا نمیدونم آر بی چی دارین، یا مثلا فلان یه چیز دیگه میره روی اینا که خیلی به دردتون میخوره. موقع سری گانتو عوض کنی خیلی به دردت میخوره. این تنظیمات مثلا خیلی خوبیه، خیلی به دردت میخوره و میشه که پرکاربردیه. بچه‌ها شما مثلا بیاین توی منوی تنظیمات این تنظیمات رو باید برین آنش بکنین که رو صفحه نشون میدم. این تنظیمات رو باید برین آنش بکنین که این گزینه باید بده براتون فعال بشه، که این گزینه واقعا پرکاربرده. از نظر من مثلا با دوئل میرم، با همین دوئل میرم. حالا بچه‌ها نگاه کنیم، میخوام فینیشرش رو بگیرم. فینیشرش میگیرم بچه‌ها. دمتون گرم، اشتباهی نکردم. خدا